خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو اتچمنت دیگه. قرار 10 تا اتچمنت واسه بتل به شما بدم و خودم 3 تا SMG که میخوام بردارم، یه شاتگان، یه رایفل و یه اسنایپر. SMG ها این سیزن خیلی خوب زیادن، اکثرا خوبن و اولین اتچمنتی که میخوام به شما بدم HSMه. خیلی هم خواستن ولی نیاز به تست نداره. 31 ثانیه هایلایت ازش درست کردم، تماشا کنید. Circle collapse imminent. Nice. Circle collapse imminent. Airdrop is coming. وای خیلی لگم. Two teams left. خب بریم واسه دومین اتچمنت KRM. بریم واسه یه تستش. خب یکم دیگه تستش کنیم. این کلن KRM واسه هیپ زدن زیاد خوب نیست، ولی بعضی اگه ببین KRM یا هیپ فایر وان شات نمیزنه یا اگه میزنه بد میزنه. مثل بار من باش 10 متری وان شات کردم. البته که کلا شات کنم معمولا همشون وان شات رو میکنن بیشتر اوقات. مثلا این HS بدون اتچمنت هم تو بهترین حالت ممکن وان شات بشه. هم همینجوری، ولی هرچی اتچمنتتون بهتر باشه احتمال وان شات کردنتون بیشتره. مثلا یک مقدار باید فاصله داشته باشه. اگه قشنگ برید تو دهن اینمی نمیتونید خوب بزنید. خب بریم واسه اتچمنت بعدی. اتچمنتشو الان واسه تون توی تصویر نمایش میدم. QQ9 از همه نظر عالی، فایر عالیه، ADS هم باز عالیه، دمیج خوبی کلا داره QQ9، باعث میشه شما سریع بزنید. فکر کنم بالاترین دمیجش 33 باشه. 117 همونجور که میدونید یا شاید هم ندونید 117 سیزن افت کرده، سنگین نشده. حالا من اومدم یه اتچمنت دیگه واسه دیدم که یه مقدار لگدش پایین بیاد. حداقل شاتگان پلیرها یا SMG پلیرها میتونن از اون به عنوان یه اسنایپر استفاده کنن. سیزن‌های قبل با این ایمی که من دارم داشتم از 300 متری با تیپای میزنم. یه تصویری که نمایش داده میشه. حالا من این ویدیو قبلترش رو ادیت کردم دیگه تایم نگیره، ولی تا اون جایی که واسهتون علامت زدم داشتم میزدم انیمیا رو، خیلی هم زیاد دمیج میکردم چون این هم خوبه. ولی اگه مثلا گانی مثل کیلوی اون سیزن یا M4 یا گانای دیگه بود نمیخواد. صدایتا خیلی لگدشان داره و معروف به اسنایپر رایفل ها. این یه رایفلیه که میتونید مثل اسنایپر ازش استفاده کنید. این چقدر خوب میزنه. الان من این بات رو حذف کنم، بذاری دور بذارم و این که این سیزن افت کرده ولی ببینید بازم داره میزنه. سیزن افت داشته. اگه میخواید یه گان قوی داشته باشید کیلو رو بردارید. اتچمنتش هم واسهتون گذاشتم جلوتر میبینید. بریم سراغ DL. این DL مناسب واسه فست اسکوپ، واسه خط گرفتن هم خوبه. فقط باید خشابش رو عوض کنید. این خشابه که تو میکنه بذارید، چون اونایی که خط میزنن معمولا همینو میزنن. خب از خراب کرده من معمولا فستان رو بهتر میزنم. این امان خوب نه حالا که من میخوام ویدیو بگیرم باز این بد شده. این پس خودم سیمون چقدر خوب ADS اومد بالا، سریع و سرعت بیشتری داره. اتچمنتش روی صفحه میبینید. سه خطگیری هم مناسبه. مثلا الان ما میخوایم این نقطه رو بزنیم، همون نقطه خورد بهش. این سراغ اتچمنت بعدی فنیک. تا اینجا 6 تا این با فنیک میشه 6 تا اتچمنت. یه لحظه استوب میشه. اتچمنت های دیگه هم بیارم بچینمشون که ویدیوشو بگیرم. فایرش نسبتا خوبه، دمیج خوبی داره، سرعت خوبی داره. اون لگدی که توی ADS داره باعث میشه کسی با ADSش نزنه. نگاه کنید
کم سخت میشه، کنترلش سخته، چون که سخت توی ADS هم باز روش کار کردم یه مقدار ADS خراب نباشه. یعنی چقدر سرعتی خوبه، یعنی شما یکی پیشونات و دمیج بالا یکی فنه یه دیگونه سری کارشو تموم میکنه. سرعت رو داشته باشید فقط. خب بریم سراغ اتشمنت بعدی M13 خیلی سخت شد چیدنش. M13 خیلی چیزای زیادی داره و من جوش دارم چند تا چیز رو حذف کنم. واقعا این میشد M13 یه 7 تا اتشمنت انداخت و واسه همینه که متیکش انقدر خوبه، چون که متیکش اتشمنت بیشتری روش میذارید، هرچی اتشمنت بیشتری رو M13 بذارید بهتر میشه. حالا شاید صدای 17 یا کیلو زیاد نه، ولی M13 واقعا میشه اتشمنت های خیلی زیادی روش انداخت. حالا ببینید خودتون، باز این اتشمنت هم خیلی خوبه. بگیرید و اینی کارش تمومه دیگه. بریم سراغ اتشمنت بعدی، کیلو 141. یکی از بهترین گانای این سیزن، بدون اتشمنت که من بارها واسم فایت ها رو در آورده. خیلی خوبه، حتما بذارید. اتشمنت M13 هم گذاشتم رو صفحه واسهتون، یادم رفتتون بگم. و دارم اتشمنت کیلو رو مشاهده میکنید. خیلی خوب چیده شده، سریع راحت چیده شد کیلو. با اتشمنت M13 و 117 نه، M13 افتم داشتن کار سخته. این خیلی راحت فقط سریع انمی رو میتونید باش بزنید، مثل M4 میمونه که 29 دمیج میده، ولی این 34 هم دمیج میکنه. ببینید هدشات 40 هم میده حتی بتونه. خیلی اتشمنت خوبیه. اینم از کیلو. بریم سراغ مک 10. SMG بسیار سرعتی، درست دمیجش یه مقدار کمه ولی با اتشمنت خیلی بهتر میشه. 25 هم بهتون میده. ببینید چقدر خوب میزنه. اگه شما خدای موومنت توی SMG باشید میتونید بزنید. من با سادش انقدر انمی زدم توی همین آلکاتراز، خیلی انمی توی آلکاتراز زدم با همین مک 10. تکلیدی یکی دو بار داشتم، حتی یه بار باش اسکواد کردم، یه اسکواد رو وایپ کردم تو آلکاتراز. رفتن لابی اولی اومد گان نداشت، با بیوای زدمش. بعد مک 10 رو پیدا کردم، شیر شاتگان نداشتم، اونو برداشتم 3 نفر رو زدم با مک 10. خیلی خوبه و ایمش اگه یه دونه اسکوپ روش باشه، اسکوپ ساده، این کارش راحت میشه دیگه، نیاز به تست نداره دیگه. میبینید چقدر خوب میزنه. بریم سراغ اتشمنت آخرمون، M4 که از بهترین گانای این سیزن، مخصوصا با این اپیکی که داره. نهایت دمیجش فکر کنم 29 باشه، نه 36 هم بهتون میده. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کنید، چنل ما رو هم ساب کنید. ویدیوهای آموزشی هم میخوام بذارم در مورد شاتگان، موومنت ها و یه چیزهای دیگه تو این هفته یا هفته بعد. ساب کنید، از دست ندید. ویدیو رو هم لایک کنید. اگه اتشمنت گان دیگه خواستید توی کامنت ها بهم بگید، حتما واسه تون توی شورت ویدیو میذارم. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی.